توی چندین تا ویدیو که همتونم خیلی باهاشون حال کردین بهترین ترکیب، قوی ترین بازیکن‌ها و بالاترین اوورال رو با هم دیگه امتحان کردیم، ولی هیچ کدومشون باعث نشده بود که من به دیویژن 1 برسم، به جز ترکیبی که تا الان بهتون نگفته بودم، ترکیب مهدی. دیگه وقتش فرا رسیده بود که بهتون ترکیب خودم رو روی دایره بریزم. اول از همه باید فرمیشن رو درست کنیم. فرمیشنمون رو از 3-2-4-1 به فرمیشن 4-3-1-2 تغییر میدیم و طوری ترکیب میچینیم که 2 تا CF، 3 تا AMF و یه دونه DMF داشته باشیم. اما قبل از اینکه DMF پوزیشنش رو درست بکنیم شما باید 4 دفاعتون رو تا ته بکشین عقب. حالا اینجا DMF رو کامل تا جایی که به CB تبدیل نمیشه و وسط بمونه تا ته میارین عقب. اما هنوز کار تموم نشد. تا الان 2 تا CB داریم و یه دونه LB و یه دونه RB، ولی ما اینو نمیخوایم. پس دفاع چپمون رو از LB تا اولین جایی که به CB تبدیل بشه به CB تبدیل میکنیم و اما RB مون هم تا جایی که به CB تبدیل نشه به وسط نزدیک میکنیم. این تازه شد فرمیشن ترکیب. خدا وکیلی ببین یکی به این ترکیب دست بزنه ترکیب و جز چیزی که من دارم میگم انجام بدی خدای ناراحت میشم. حالا وقتشه که رونالدو وارد ترکیب شد، اما هنوز منیجرمون عوض نشده بود و تیم پلی استایل تیمم مشخص نبود. اشتباه. باید منیجرمون از گواردیولا تغییر میدادیم و به منیجری که کویک کانتر بالاتری داشته باشه تبدیل میکردیم. قطعا یکی از گزینه‌هامون جاوی آلونسوه، اما کویک کانترش 88. پس روبن سرمربی پرتغالی رو که کویک کانترش 88 ولی بیشتر اوورال میده واسه تیم میذاریم. اما هنوز واسه اضافه کردن بازیکن‌ها به ترکیب زوده، چرا که باید شما قبلش برین توی تیم پلیر استایل و تیم پلیر استایلتون رو از هر چیزی که هست به کویک کانتر تغییر بدید. شما زمانی که ترکیبتون رو میذارین روی کویک کانتر کاری که میکنه، اگه توی زمان حمله باشین اکثر بازیکناتون مستقیم به دل دفاع حریف میزنن حتی اگه توپ دستشون نباشه، و توی زمان دفاع هم خط آفسایدتون تا اینجایی که داری میبینی بالا میاد و اگر توی نیمه زمین حریف توپ از دست بدین همه بازیکناتون میریزن روی بازیکنان حریف تا توپ ازش بگیرن. برای همینه که میگم کویک کانتر بذارید. رونالدو که همیشه توی ترکیب فیکسه، پس باید میرفتیم سراغ 10 تا بازیکن دیگه تا به موقعش به رازهای مخفی این ترکیب برسیم. برای مهاجم دوم 3 تا گزینه داشتیم و از بین این 3 تا گزینه فقط باید یک کدوم رو توی ترکیب اصلی فیکس قرار میدادیم. پس پلر رو همون اول حذف کنیم و از بین 2 تا بازیکنی که مونده امباپه رو به خاطر اینکه میتونه خیلی با رونالدو چین خوبی باشه داخل ترکیب قرار میدیم و وینیسیوس رو جایگزین امباپه تعویضی قرار میدیم. حالا میرسیم به سومین بازیکن AMF چپمون. برای اولین AMF مون هم 3 تا گزینه داشتیم، نیمار، هازارد و کرویف، که همون اول کرویف رو حذف می‌کنیم و از بین 2 تا گزینه که باقی مونده نیمار رو به خاطر اوورال بالاتر و پا به توپ ریزی که داره فیکس می‌کنیم و از اون طرف هازارد رو برای جانشینش تعویضی قرار میدیم. و اما AMF راست، برای این پستم حداقل 3 تا گزینه داشتیم که روی میز بود، ولی باز دوباره اینجا هم پله حذف میشه و از بین 2 تا گزینه که باقی موندن طبق معمول مسی به خاطر پا به توپ ریزش میاد تو ترکیب و گرت بیل برای جایگزینیش تعویضی قرار میگیره. هافبک هجومی وسطمون باید بازیکنی می بود که هم بتونه AMF بازی کنه هم SS. پس از بین این 3 تا گزینه‌ای که داریم از اونجایی که دروگبا نمیتونست SS بازی کنه حذف میشه و از بین گزینه‌هایی که موندن پله فیکس ترکیبه و سوارز تعویضیه پله. اما اینجا چیزی اشتباهی به خاطر اینکه پله داره AMF بازی میکنه، پس شما یه اسپیس میبریش جلوتر تا به SS تغییر کنه. و اما هافبک دفاعی یکی از پستایی بود که بسیار توی این ترکیب موثره، چون فقط این بازیکنه که میتونه توی ضد حمله هایی که میخوریم تیمو نجات بده. اینجا دقیقاً جایی بود که اوورال اصلا حرف اولو نمیزد و گیم پلی حرف اولو میزنه. پس از اونجایی که فهمیده بودیم رودری خیلی بعد گیم پلیش، گولیت و ویرا انتخاب میشن و ویرا فیکس ترکیب قرار میگیره و گولیت هم تعویضی ویرا. هنوز به فوتوی کوزه‌گری نرسیدیم ما. اونایی که میزنی جلو، آره یک چیزی وسطش میگم دیگه، خدافظ. حالا رسیده بودیم به خط دفاع و باید از دفاع راست شروع می‌کردیم. توی این ترکیب تنها بازیکنی که از دفاع میتونست بیاد جلو و برگرده فقط دفاع راستمون بود. پس باید بازیکنی انتخاب می‌کردیم از این 3 تا بازیکن که سرعت و اکسلریشن و همچنین دفاعی خوبی داشته باشه. پس اینجا بازیکن اینتری 98 مون حذف میشه و توران فیکس ترکیب قرار میگیره و زانتی هم تعویضیش. و اما 2 تا دفاعی وسط از بین این 3 تا گزینه‌های رومیز فندایک و رایکارد وارد ترکیب میشن و بکنبار تعویضشون وای میسه. و اما دفاع چپمون که یه پست بسیار مهم بود، اینجا کارمون سخت‌تر بود به خاطر اینکه CB رو باید انتخاب می‌کردیم که پرش خوبی واسه ترکیب اصلی داشته باشه، ولی CB جایگزینش باید میتونست LB هم بازی کنه، چرا که شاید تغییر استراتژی میدادیم. پس ماتئوس حذف میشه و پویال فیکس ترکیبه و روبرتو تعویضی. و اما دروازه‌بان جایی که گزینه‌ها خیلی زیاد بود، به شدت هم اوورال بالا داشتیم هم اوورال پایینی که گیم پلی خوبی داشتن. توی سبک کویک کانتر باید دروازه‌بانی انتخاب بکنیم که شروع مجددای سری داشته باشه. پس همینجا الیور کان به خاطر مدل شوتش حذف میشه و 3 تا دروازه‌بان میمونن. پس معلوم بود که قوی ترین دنیا کیه. بوفون وارد ترکیب میشه و اشماکل تعویضش قرار میگیره.
حالا سه تا بازیکن تعویضیمون خالی بود که میتونستیم پرش کنیم، ولی با چه بازیکنایی؟ هالند به خاطر اینکه چینش با امباپه خوبه و اگر یک موقع رونالدو رو بریم بیرون با امباپه خوب بازی میکنه و همچنین ماتئوس دی ام اف چون میتونه هم دی ام اف بازی کنه هم سی بی و میتونه ما رو از یه سری موقعیت‌های خطرناک نجات بده. دیگه این یه نفر رو نمیدونم خدا وکیلی. فقط برای اینکه از نظر اوورالی حریفو بترسونیم بلینگام 102 رو آره تعقیب میکنیم. اما فوت کوزه‌گری کار اینه که رونالدو و امباپه رو شما نزدیک به هم دیگه بکنید و امباپه رو برای اینکه با رونالدو یک و دو کنه و توی عمق حرکت بکنه یه ذره بیاریم پایین‌تر. و اما راز ترکیب اولین ادوانس اتکتون رو باید روی دیفنسیو و دیفنسیو ویرا بذارین. از اتک دوم رد میشیم، ولی اگه دوست دارین که اتک دومتون هم تغییر بدین، از آف در بیارین، میتونین دیفنسیو دفاع راستتون رو بذارین که اصلا دیگه جلو نیاد، ولی من این کارا نمیخوام. و اما دیفنسیومون رو کانتر تارگت یکمون رو رونالدو قرار میدیم و کانتر تارگت دومون یا میتونین امباپه قرار بدین یا پله، ولی من امباپه رو انتخاب میکنم. حالا با ترکیب مهدی به سمت اولین بازی میرویم و اما حریف اول اردن تا دیویژن 2 رفته و اما ترکیب حریف ببین هر چی هم داشته باشی، کاناوارای 106 هم داشته باشی، نمیتونی جلومو بگیری. قشنگ اونجا میدیم حرکت میکنه، اونجا امباپه سرعتش قشنگ همون میتونه شوت کنه. امباپه مسی رو بنداز آبار کلا لیونل مسی یه سانتی تیر دو بزنش اونجا جونم هد بابا. پله چه گونه زیر تاق میزنه؟ ببین پله با قد کوتاه زیر تاق هد زد، من دیگه نمیدونم چجوری. اسکوری قشنگ پله رونالدو رو اونجا راه میندازیم، حالا اونجا نیمار میره واسه ضد حمله، دوباره ضد حمله، دوباره هرسال، دوباره پله. امباپه بازیشو میده اونجا حرکت میکنه، امباپه میتونه شوتش کنه. همین گوساله ها باز میشن ما نریم بالا. نیمه اول خوب بازی کرده بودیم، یکیش رسیدیم از حریف جلو بیافتیم، ولی به نظرم گلمون خیلی چرت و پرت بود و تیممون داشت بد بازی میکرد. پس تریج دادیم پله رو با امباپه عوض کنیم. راه بندازش مسیو. مسی آروم تو اون همینو بزن. وای کلا بابا چه گلی! حرکت دیدی فوتسالی میگن این حرکت. بعد راه بندازیم اونجا بازیکن خودمون رو رونالدو رو میندازه اونجا، لیونل مسی و تگ به تگ لیونل مسی تگ به تگ میزنه. قشنگ نیمار پاسکاری قشنگ رونالدو همون شوت کنه. به دقیقه 70 بازی رسیده بودیم، یه سری از بازیکنامون واقعا خسته شده بودن، پس همشون رو تعویض کردیم تا جون مضاعفی به تیم ببخشیم. ببین شما هر وقت با این ترکیب بخواستی ارسالی بکنی رو سر رونالدو، جز رو سر رونالدو جای دیگه ارسال نمی‌کنی. ارسال هیت. وای زانتی میره واسه ارسال قشنگش رونالدو هدو میزنه. وای بگیرین این شما 19 شون خطرناکه، بگیر و تمام. بازی اول با درخشش لیونل مسی و پله 2-0 میاریم و 3 امتیاز رو دست میاریم. اما با عوض کردن امباپه و پله با ترکیب مهدی به سمت بازی دوم میرویم و اما حریف بعدی دیویژن 3100 از ما ضعیف‌تره و اما ترکیب حریف بابا جمع کن اصلا سری بلند بده امباپه برس. ببین سرعتت بالاست اونور رو ببین بیا بزن. وای باز یه قشنگ شوت امباپه. وای اینو نگه دار فقط عمق نزن. رونالدو بزن. وای بابا چقدر تو شانس داری. رفتیم واسه ارسال بلند رو سر رونالدو پدر رو بزنه تمومه. الان سوتو میزنه، نگاه کن یورو داره زده حمله میزنه، دقیقه 45 گذشته سوتو واسه اون نمیزنه، واسه ما میزنه. نیمه اول 1-0 بعد باخته بودیم و نمیدونستیم چیکار کنیم، پس باید امباپه رو به جای پله میبردیم جلو تا شاید عوض میشد نتیجه. میرسونیم اونجا به جلو، رونالدو میتونه بره به پله، میرسونیم پله شوتش میره تموم میکنه. پله واسه پله رونالدو. وای خیلی خرچانسی. رونالدو قشنگ بود. یه دونه ارسال رونالدو بزنه هدر رو. وای بارکلا بابا توی دروازه است. به دقیقه 74 بازی رسیده بودیم و باید یه سری از بازیکن‌ها رو عوض می‌کردیم. پس وینیسیوس به جای پله و نیمار هم حاجی هازارد و بقیه بازیکنایی که خسته شده بودن رفتن بیرون. وای امباپه ناموسن بابا بارکلا ریدی. برو زانتی برو تمومش کن. زانتی بابا این چه پاسیه؟ خود زانتی ارسالش میکنه اونجا، رونالدو هد. وای تیر دروازه. وای
وای حاجی چقدر شانس داری، چقدر خرشانسی، چقدر خرشانسی، چجوری این گل نشد؟ بازی دوم با خرشانسی هر کی یک مساوی میکنیم و فقط یک امتیاز به دست میاریم. ولی به نظرم اگر بازی آخر رو نمیبردیم ترکیب مهدی به درد نمیخورد. پس حالا با ترکیب مهدی به سمت بازی آخر میرویم و ماری آخر دیویژن 3000 خورده ای. ببین ترکیب تو بیار، ببین جمع کن چه خوب بازی میکنه یارو، خوب بازی میکنه ناموسن با کارتایی که داره. نیمار پاسشو میاره وسط، حالا اونجا مسی پاسشو باید بده. نشوته ناموسی. چه بازی کرد ناموسن. جونم پاس به رونالدو، پاس رونالدو به جلوتر، اونجا امباپه تموم میکنه کارو، 1-1 بابا. جونم تک حاجی، جونم تک از جون و دل مایه میذاره. بده بره رونالدو تمومش کن، بزن بره تو گل، وای جونم پاس امباپه از همونجا، وای جونم پاس کن رونالدو زاویه میده رونالدو، وای بزن بره تو گل بابا. 20 تا بود دیگه، 100 تا شوت نمیره. رونالدو هد نیمه اول بعد بازی کرده بودیم، اصلا روی دور شانس نبودیم و هر چی میدادیم به در بنبست میخورد. حریف خیلی خوش شانس بود. سان نکنه. تموم کن رونالدو، تموم کنیم بازی رو دیگه، تمومش کن بریم دیگه. برو مسی رونالدو، اوک برو امباپه بزن تمومش کن. تموم بابا، تموم، بالاخره گل رو میزنیم. 3 بر 2 جلو. پاس قشنگ مسی به وسط، اونجا بعد راه بندازیم نیمار رو. پاس قشنگ امباپه، ریدم دهنت امباپه با اون پاسه، ریدم دهنت. بازی آخر با بد شانسی تمام دوباره مساوی میکنیم، یه امتیاز به دست میاریم ولی هیچ بازی رو نمیبازیم. یه وقتی یه فرد کودنی به اسم امباپه تو تیمتون باشه همین